ساعت 2:30 بعد از ظهر، اسفند ماه 1404. مردی به اسم فرهاد 43 ساله با پلیس تماس میگیره و با صدای آشفته میگه همسرم کشته شده. اپراتور پلیس ازش میخواد آروم باشه و آدرس رو دقیق اعلام کنه. فرهاد آدرس رو میگه و تماس قطع میشه. چند دقیقه بعد پلیس، نیروهای امدادی و پزشکی قانونی به محل مورد نظر که یه آپارتمان تو محله بلنجک تهرانه میرسن. راهروی ساختمون شلوغ. همسایه ها جلوی واحد وایستادن و با هم پچ پچ میکنن. پلیس از همه میخواد راهرو رو خلوت کنن و تا پایان بررسی ها کسی وارد واحد مورد نظر نشه. پلیس وارد خونه فرهاد میشه. داخل پذیرایی پروانه 40 ساله روی زمین افتاده. هیچ گونه آثاری از جراحت یا خونریزی هم در اطراف جسد پروانه دیده نمیشه. پزشک قانونی بعد از معاینه اولیه و با توجه به وجود آثار فشار روی گردن احتمال میده علت مرگ خفگی باشه. پزشک قانونی زمان تقریبی مرگ رو با وجود شل بودن بدن و وجود گرمای کم توی جسد کمتر از 1 ساعت اعلام میکنه. پلیس تمام قسمت‌های خونه رو بررسی میکنه. در ورودی سالم. اثری از شکستن قفل یا ورود اجباری دیده نمیشه و همین موضوع باعث میشه احتمال آشنا بودن قاتل با مقتول بیشتر به چشم بیاد. فرهاد گوشه پذیرایی روی مبل نشسته. دستاش میلرزه و مدام به جسد همسرش نگاه میکنه. پلیس چند تا سوال اولیه ازش میپرسه تا روند تحقیقات شروع بشه. پلیس از فرهاد میپرسه که آیا به کسی شک داری؟ فرهاد چند ثانیه سکوت میکنه و میگه بله، فقط به یه نفر، به یه خانوم به اسم مژگان. پلیس ازش میپرسه که مژگان کیه و چرا به اون شک داره؟ فرهاد چند لحظه سرش رو پایین میندازه و بعد شروع میکنه به حرف زدن و میگه راستش زندگی من و پروانه شاید از بیرون خوب به نظر میرسید، ولی واقعیت این نبود. پروانه تنها دختر خانواده‌شون بود و 6 تا برادر داشت که از بچگی بین اونا بزرگ شده بود. اون اخلاق شبیه برادراش بود، یعنی یه اخلاق کاملا مردونه. زود عصبانی میشد، با صدای کلفت حرف میزد و اصلاً اون لطافتی که آدم از یه زن انتظار داره تو رفتارش نبود. همیشه هم نوع صحبت کردنش با من لحن دستوری داشت و دوست داشت همه چیز همیشه همون جوری باشه که خودش میخواد. ما از نظر مالی مشکلی نداشتیم. آخه پدرزنم چند تا شعبه کفش فروشی داره. برادرای پروانه هم همشون اونجا کار میکنن. بعد از ازدواج منم رفتم توی یکی از همون شعبه ها مشغول شدم. درآمدمون خوب بود. خونه داشتیم، ماشین داشتیم، ولی عشق و آرامش نداشتیم. تقریباً هر هفته سر یه موضوعی بحثمون میشد. چون پروانه یه دختر لوس متوقع بود و جوری رفتار میکرد انگار 5 سالشه. بعضی وقتا چند روز با هم حرف نمیزدیم و یه مدت طولانی هم بود که اصلا پیش هم نمیخوابیدیم. نه اینکه از هم متنفر باشیم، ولی انگار دیگه هیچ شباهتی به زن و شوهر نداشتیم. پروانه زنی بود که همیشه سر من منت میذاشت و از بالا به هم نگاه میکرد. میگفت تو هر چی داری از پدرم داری، حتی لباس تن تو. البته که اون راست میگفت، اما من از شنیدن این حرفا ناراحت میشدم و احساس میکردم غرورم زیر پا له میشه. حدود 3 سال پیش تو اینستاگرام با مژگان آشنا شدم. عکس پروفایلش یه زن حدوداً 30 ساله نشون میداد. خیلی خوشگل و ظریف بود. اولش فقط چند تا پیام ساده به هم دادیم و درباره یه صفحه فروش لباس با هم حرف زدیم. ولی بعدش کم کم صحبتامون بیشتر شد و هر شب با هم چت میکردیم. بعدش هم تماسای تلفنیمون شروع شد. راستش وقتی باهاش حرف میزدم احساس میکردم یکی بالاخره داره منو میفهمه. از مشکلاتم میگفتم و اون فقط گوش میداد. نه دعوا میکرد، نه سرزنشم میکرد و همین باعث شد کم کم بهش وابسته بشم. بعد از مدتی فهمیدم مژگان مطلقه است. وقتی گفت 40 سالشه باورم نشد. فکر میکردم 32 33 سال بیشتر نداشته باشه. مژگان همیشه مرتب بود و به خودش میرسید. یه روز به هم گفت من یه دختر 19 ساله دارم.
که اونجا دیگه واقعا تعجب کردم و فکر کردم داره شوخی میکنه، چون اصلاً بهش نمیومد دختره به اون سن و سال داشته باشه. اونم خندید و گفت همه همینو میگن و من از اون همه جذابیتش واقعا خوشم اومده بود. کم کم رابطمون از حد حرف زدن گذشت. دیدارهامون حضوری و بیشتر شد. بعضی وقتا بعد از تعطیل شدن مغازه میرفتم پیشش و ساعتها پیشش میموندم. آخه اون منو خیلی دوست داشت. بدون هیچ چشم داشتی. وقتی درباره رفتارهای پروانه بهش میگفتم ناراحت میشد و میگفت تو حق داری انقدر افسرده و مضطرب باشی و میگفت بهتره تا دیر نشده و جوونیت هدر نرفته یه فکری به حال خودت و زندگیت بکنی. تا اینکه یه روز پروانه ماجرای دوستی من و مژگان رو فهمید. هرچی خواستم انکار کنم نشد، چون همه پیامامونو خونده بود و دیده بود. اما من بهش گفتم که دوستی ما فقط در حد همین فضای مجازی بوده و کلی قسم خوردم براش که بینمون هیچ ارتباطی اتفاق نیفتاده. اونم باور کرد، اما خیلی عصبانی بود و گفت یا همین امروز رابطتو تموم میکنی یا من خودم همه چیزو به پدرم و برادرام میگم. من میدونستم اگه اون اتفاق بیفته زندگیم کاملا از هم میپاشه. اینجوری که هم آبروم میرفت هم کارمو از دست میدادم. در ضمن قبلا طعم کتک برادرای پروانه رو چشیده بودم و میدونستم رحم ندارن و به قصد کشت آدمو کتک میزنن، شایدم بکشن. راستش خیلی ترسیده بودم. همون روز به مژگان زنگ زدم و گفتم زنم همه چی رو فهمیده و دیگه نمیتونم به این رابطه ادامه بدم. اما اون عصبانی شد و گفت اگر مشکل زنته خودم از سر راه برش میدارم. اول فکر کردم شوخی میکنه، اما وقتی به هم زنگ زد و گفت اونو کشته تازه فهمیدم اون چقدر خطرناکه. رفتم خونه و دیدم اون واقعا زنم رو کشته و بعدشم به پلیس خبر دادم. با توجه به اظهارات فرهاد، پلیس بلافاصله مژگان طیبی 40 ساله رو بازداشت میکنه و اونو به اتاق بازپرسی میبره. مژگان درباره رابطش با فرهاد میگه راستش من و فرهاد از طریق اینستاگرام با هم آشنا شدیم. چند روز درباره موضوعی معمولی حرف میزدیم، اما کم کم صحبتامون بیشتر شد. بعد از یه مدت گفت متأهله ولی از زندگیش راضی نیست. میگفت با همسرش آرامش نداره و فقط به خاطر شرایط زندگیش کنار اون مونده. بعد از یه مدت آشنایی و رفت آمد فرهاد سیغم کرد. از اون به بعد هفته‌ای چند بار میومد خونه من و رابطمون خیلی جدی شروع شد. بعضی وقتا برای خرج خونه کمکم میکرد و به هم پول میداد. یه روز فرهاد اومد خونه. دخترم رونیکا هم خونه بود. من از همون لحظه اول احساس کردم که نگاهش به رونیکا یه جور دیگه است. مدام حواسش به دخترم و میدیدم موقع حرف زدن بیشتر به رونیکا نگاه میکنه تا من. حتی وقتی دخترم از اتاق بیرون میرفت نگاهش دنبالش میرفت و خلاصه فهمیدم هوش و حواسش رفته به رونیکا. یه روز که فرهاد اومده بود خیلی رک و واضح بهش گفتم ببین من مادر اون دخترم و اجازه نمیدم بهش نزدیک بشی. گفتم هر رابطه‌ای که بین من و تو هست به دخترم هیچ ربطی نداره و اگه یه بار دیگه بفهمم دور و برش میچرخی با من طرفی. بعدم تهدیدش کردم و بهش گفتم اگه دست از سر دخترم بر نداری میام در خونت و هر چی رو میدونم به زنت میگم. بعدم میرم در مغازه پدر زنت و برادر زنت، چون میدونستم فرهاد مثل سگ ازشون میترسه. فرهادم وقتی اینجوری دید ترس برش داشت و هول شد و گفت تو اشتباه برداشت کردی و من فقط با خودت رابطه دارم و اصلا قصدی نسبت به رونیکا ندارم. منم حرفشو باور کردم و با خودم فکر کردم شاید واقعا اشتباه میکنم و بدبین شدم. یه مدت گذشت و یه روز فرهاد به هم زنگ زد و گفت همسرم فهمیده که ما با هم رابطه داریم و گفت که دیگه نمیتونه به رابطمون ادامه بده و باید همه چیز تموم بشه. راستش همون موقع هم حرفشو باور نکردم. از لحنش معلوم بود داره دروغ میگه. همسرشو بهونه کرده بود تا از من جدا بشه. آخه اگه زنش از این رابطه خبردار میشد اونو زنده میذاشت. اما من میدونستم دردش چیه. اون از همون روزی که رونیکا رو دیده بود رفتارش با من عوض شد و دیگه اصلا نه منو میدید و نه اشتیاقی برای رابطه با من داشت.
منم وقتی اینجوری دیدم بهش گفتم اگه واقعا میخوای رابطه رو تموم کنی برای همیشه تمومش کن و دیگه نه با من تماس بگیر نه با دخترم. و بهش گفتم فکر نکن رابطه رو با من تموم میکنی و میری سر وقت دخترم و منم نمیفهمم. بهش گفتم من به هیچ عنوان اجازه نمیدم با رونیکا ارتباط داشته باشی و البته مطمئن باش که اون خودشم به تو پا نمیده، چون اون یه دختر جوون و خوشگله و آدمای درست و حسابی و جوونای مجرد براش فراوونن. اون وقت چرا فکر میکنی باید با توی متأهل دوست بشه؟ که فرهادم همون وقت حرفای منو قبول کرد و بعد از اون من دیگه جواب تماسهاشو ندادم و فکر کردم همه چیز تموم شده. اما چند روز بعد اتفاقی افتاد که مطمئن شدم حدسم درست بوده. سلام و ارادت دارم خدمت عزیزان جانم. مریم هاشمیانم، میزبان شما در کانال قصه های شکسته و ضمن قدردانی از لطف و توجه تک تک شما خوبان که بی اغراق به وجود همتون افتخار میکنم، ازتون میخوام تا پایان روایت امروز بنده رو همراهی بفرمایید و ازتون عذرخواهی میکنم که امروز سلام و احوال پرسی و ابراز ارادت و تشکرم یکم دیرتر از وقتهای دیگه شد. مژگان ادامه میده: درسته که من از دخترم مطمئن بودم، اما خب حواسم حسابی بهش بود، به خودش، به رفتاراش، به رفت آمداش، به گوشیش. یه روز گوشی رونیکا روی مبل بود و خودش داشت با گوشی خونه با یکی از دوستاش حرف میزد و من دیدم صفحه گوشی روشن شد و یه پیام اومد. حواسم رو جمع کردم و دیدم اسم فرهاد روی صفحه افتاده. اول باورم نمیشد و با خودم گفتم شاید یه فرهاد دیگه باشه، اما با این وجود بهش یه دستی زدم و گفتم گوشیتو نگاه کن ببین فرهاد چه پیامی برات فرستاده. دخترم اولش انکار کرد، ولی بعد با کمال پررویی بهم گفت که مدتیه با فرهاد با همدیگه در ارتباطن. من خیلی ناراحت شدم. داشتم دیوونه می شدم. نه برای خودم که برای دختر احمقم که با این کارش هم منو خراب کرده بود هم خودشو. حسابی باهاش دعوا کردم و گفتم الحق که به پدر الواتت رفتی و باهاش قهر کردم و دیگه هم کلا باهاش کاری نداشتم. ولی حالم خیلی بد بود و نمیتونستم نسبت به این ماجرا بی خیال باشم و همش تو سرم اونا رو کنار هم میدیدم و به این فکر میکردم چرا دختر من باید به اون فرهاد کثیف و هرزه جواب مثبت بده و باهاش دوست بشه. و این شد که چند روز پیش دوباره به فرهاد زنگ زدم و بهش گفتم دست از سر دخترم بردار. بهش گفتم دیگه نه به من زنگ بزن نه به رونیکا نزدیک شو و تمام صحبت من فقط درباره دخترم بود. من حتی یک کلمم درباره همسرش حرف نزدم، نه تهدیدش کردم، نه گفتم بلایی سر زنش میارم، نه اصلا اسم زنش رو آوردم. اصلا همسر اون برای من اهمیتی نداشت. من نه دشمنی با اون زن داشتم نه دلیلی داشتم که بخوام بهش آسیب برسونم. اصلا مسئله من همسر فرهاد نبود. مسئله من خود فرهاد بود که اگرم ازش عصبانی و متنفر بودم فقط به خاطر این بود که بعد از مدتی رابطه با من رفت سراغ دخترم. من مادر بودم و طبیعی بود که نذارم یه مرد متأهل به دختر 19 سالم نزدیک بشه، اونم مردی که مدتی شوهرم بود، هرچند موقت. مژگان ادامه میده: من نه کلید خونه فرهادو داشتم نه میدونستم همسرش اون روز تنهاست، نه اصلا خبر داشتم چه اتفاقی براش افتاده و وقتی پلیس اومد سراغم تازه فهمیدم همسر فرهاد کشته شده. مژگان تو اظهاراتش به هیچ وجه قتل پروانه رو گردن نمیگیره و میگه من انگیزه‌ای برای قتل همسر فرهاد نداشتم، چون نمیخواستم باهاش ازدواج کنم نه عاشقش بودم. من فقط از دست خودش عصبانی بودم و همین. با این وجود پلیس نمیتونه اونو آزاد کنه و تا تکمیل تحقیقات اون بازداشت موقت میشه. اما فردای اون روز، درست زمانی که پلیس ها مشغول بررسی دوربین های مداربسته ساختمون محل سکونت فرهاد و پروانه هستن، یه اتفاق عجیب میفته. اینجوری که اعلام میشه دختری 19 ساله به اسم رونیکا به یکی از کلانتری های کرج رفته و درباره قتل پروانه مسلمی چیزهایی به پلیس گفته
با من همراه باشین تا در ادامه ببینیم چه اتفاقی افتاده. پلیس بلافاصله رونیکا رو به اداره آگاهی منتقل میکنه و ازش بازپرسی میکنه. رونیکا نفس عمیقی میکشه و شروع میکنه به حرف زدن و میگه راستش من از چند وقت قبل خبر داشتم که فرهاد با مادرم مژگان رابطه داره. چون مادر من چیزی رو ازم پنهون نمیکنه. اون از همون اولش خودش برام تعریف کرد که یه مرد از طریق اینستاگرام باهاش آشنا شده، صیغش کرده و هر چند وقت یه بارم میاد پیشش. منم راستش زیاد وارد زندگی خصوصی مادرم نمی شدم. آخه مادرم بعد از جداییش سالها تنها زندگی کرده بود و من فکر می کردم حق داره برای خودش و زندگی شخصیش تصمیم بگیره. خصوصا اینکه پدرم هم بهش خیانت کرده بود و من بیشتر دلم برای مادرم می سوخت. یه روز فرهاد اومد خونه ما. اولین بار بود که از نزدیک می دیدمش که به نظرم یه مرد جذاب و دوست داشتنی بود و از همون اول ازش خوشم اومد و به نظرم واسه مامانم خیلی زیاد بود. فرهاد همون موقع فهمید که من توجهم بهش جلب شده و اونم مثلا دزدکی از مادرم چند بار به من نگاه کرد و از روی نگاهش و انرژیش فهمیدم حس خاصی بهم پیدا کرده. من همون روز رفتم و شمارش رو از تو گوشی مامانم برداشتم و همون روز بهش زنگ زدم. اول حرفامون در حد حال و احوال پرسی بود ولی کم کم حرفامون عوض شد و فرهاد بهم گفت که بهم علاقه داره و منو قلباً واسه زندگی میخواد و اونقدر حرفای عاشقانه بهم گفت که وقتی به خودم اومدم فهمیدم عاشقش شدم. یه مدت بعد فهمیدم رابطه فرهاد و مادرم به هم خورده. از شنیدن این خبر خیلی خوشحال شدم چون حالا فرهاد دیگه مال خودم بود. یه مدت با هم بودیم تا اینکه مادرم فهمید که بین من و فرهاد یه ارتباطی شکل گرفته. خیلی عصبانی شد. یه جوری که تا به حال مثلش رو ندیده بودم. مادرم گفت تو دختر مجردی و اصلا حق نداری با یه مرد متأهل باشی. اون زن داره و اصلا به درد تو نمیخوره. بعدم کلی دعوام کرد و بهم گفت تو خجالت نمیکشی با مردی که شوهر صیغه مادرت بوده دوست شدی؟ و خلاصه خیلی دعوام کرد و هرچی از دهنش در اومد بهم گفت. منم ناراحت شدم. آخه نمیخواستم فرهاد رو هیچ جوره از دست بدم. اون روز به فرهاد زنگ زدم و همه چیزو بهش گفتم. اون روز فرهاد حرفی رو بهم زد که منو به فکر فرو برد. فرهاد گفت اگر واقعا میخوای با هم باشیم باید همه موانع از سر راهمون برداشته بشه. گفتم یعنی چی؟ گفت تا وقتی که همسر من و مادر تو هستن ما هیچ وقت نمیتونیم کنار هم زندگی کنیم و کنار هم خوشحال باشیم. گفتم خب چی کار باید بکنیم؟ فرهاد گفت هیچ. ما یک راه بیشتر نداریم. اگه مادرت همسر منو بکشه با یه تیر دو نشون میزنیم. همسر من میمیره و مادر تو به جرم قتل میفته زندان و بعد از اون من و تو بدون هیچ مانعی کنار هم زندگی میکنیم. گفتم اما مادر من آدم نمیکشه. فرهاد گفت احتیاجی نیست اون آدم بکشه. ما میکشیم و قتل رو میندازیم گردن مادر تو. وقتی این حرفو زد شوکه شدم. قبول نکردم. راستش میترسیدم اما فرهاد ولکن نبود و چند روز پشت سر هم همش زنگ میزد و همین حرفا رو تکرار میکرد. هی میگفت نترس، هیچ اتفاقی برای ما نمیفته. آخرش انقدر حرف زد که من قبول کردم. بهش گفتم باشه قبول، اما من با این جثه ریز از عهده کشتن زن تو بر نمیام. گفت کافیه یه نفر رو با خودت همراه کنی. گفتم مثلا کی؟ گفت یه مرد. گفتم آخه چرا یه نفر باید بدون هیچ سودی با من همکاری کنه و توی قتل کمکم کنه؟ فرهاد گفت من 500 میلیون تومان بهت میدم. اونو به عنوان دستمزد بده به هر کی که میخوای. یعنی هر زمانی که قتل انجام شد پولو براش واریز کن. من توی مرکز فیزیوتراپی کار میکنم. اونجا یه مدتی بود پسری به اسم یزدان برای درمان رفت و آمد میکرد. چند ماهی بود همدیگر رو میشناختیم و با هم دوست شده بودیم. یه روز همه چی رو براش تعریف کردم و ازش خواستم تو کشتن پروانه کمکم کنه. اما یزدان قبول نکرد. بعد بهش گفتم اگه کمکم کنی 500 میلیون تومان بهت میدم. که اونم رفت فکراشو کرد و بالاخره بعد چند روز قبول کرد. خب 500 میلیون تومان واقعا پول زیادیه و هر کسی رو وسوسه میکنه.
چند روز بعد فرهاد یک کلید بهم داد. گفت این کلید خونمه و گفت باهات هماهنگ میکنم و زمانی رو که مطمئنم همسرم تنهاست و خونه است بهتون میگم که برید اونجا. فرهاد گفت فقط کارو تموم کنین. بعد هم کلیدو بذارین روی جا کفشی، خودم برش میدارم. من از همون لحظه استرس داشتم. چند بار خواستم بیخیال بشم ولی یزدان میگفت تا اینجا اومدیم و دیگه نباید برگردیم. روز حادثه با یزدان رفتیم خونه فرهاد. با همون کلیدی که فرهاد داده بود در رو باز کردیم و وارد خونه شدیم. پروانه داخل خونه بود. تا ما رو دید شوکه شد و شروع کرد به داد زدن، ولی یزدان سریع رفت جلو و دهنش رو گرفت. من فقط خشکم زده بود. اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. یزدان گفت باید مهارش کنیم تا نتونه فرار کنه و با هم دست و پاها و دهنش رو بستیم و انداختیمش تو اتاق. پروانه خیلی گریه میکرد و التماس میکرد و همون موقع بود که یزدان گفت دیگه وقتش کار رو تموم کنیم. وقتی این حرفو شنیدم انگار یه دفعه از خواب بیدار شدم. یاد مادرم افتادم. با خودم گفتم اگه این زن کشته بشه همه چیز گردن مادرم میفته. مادرم عمرش از بین میره، شاید حتی حکم اعدام براش صادر بشه. و همونجا به یزدان گفتم من دیگه ادامه نمیدم و نیستم. هرچی شد شد. یزدان چند بار سعی کرد منصرفم کنه ولی من قبول نکردم و آخرش هیچ کدوم نتونستیم پروانه رو بکشیم و هر دومون از خونه اومدیم بیرون. چند دقیقه بعد فرهاد بهم زنگ زد. خیلی عصبانی بود. گفت چی کار کردی؟ گفتم نتونستیم پروانه رو بکشیم. فقط دست و پاش و دهنش رو بستیم، الانم تو اتاق زندانی. فرهاد سرمون داد زد و هرچی از دهنش در می اومد بهمون گفت چرا کارو تموم نکردی؟ میگفت همسرم الان دیگه مثل یه گرگ زخمیه و به همه چیز شک میکنه. اون داد میزد و میگفت باید برگردین و کارو تموم کنین که منم گفتم من دیگه پامو اونجا نمیذارم. هر کاری میخوای بکن و اونم با عصبانیت و در حالی که داشت به ما فحش میداد تلفن رو قطع کرد. از اون روز دیگه هیچ خبری ازش نداشتم تا اینکه فهمیدم مادرم رو به جرم قتل بازداشت کردن و همون لحظه متوجه شدم که فرهاد خودش برگشته و همسرش رو کشته تا همه چیز گردن مادرم بیفته. چون از همون اولم میخواست پلیس فکر کنه مادرم قاتله. اما مادر من مرتکب هیچ قتلی نشده و تنها اشتباه بزرگ مادرم فقط این بود که با یه مرد متأهل رابطه داشت. و اشتباه منم این بود که فریب حرفای فرهاد رو خوردم. حالا اومدم همه چیز رو بگم چون نمیخوام یه آدم بیگناه به خاطر نقشه‌ای که فرهاد کشیده مجازات بشه. پلیس بعد از شنیدن حرفای رونیکا دستور میده فرهاد رو به اداره پلیس بیارن. وقتی فرهاد وارد اتاق بازپرسی میشه و روبروی بازپرس میشینه چند دقیقه سکوت میکنه و میگه راستش من از همون روز اول به خاطر عشق با پروانه ازدواج نکرده بودم و پروانه رو دائم انداخت تو دامن من، چون با پدر پروانه دوست بود و از سالهای دور با هم کار میکردن. داییم میگفت تو جواب مثبت بده تا من با بابای پروانه حرف بزنم. اگه من بگم حتما قبول میکنه دخترشو بده به تو. آخه پدر پروانه وضع مالی خیلی خوبی داشت. چند تا شعبه کفش فروشی داشت و من میدونستم اگه داماد اون خانواده بشم آینده مالی خوبی خواهم داشت. خلاصه که داییم با پدر پروانه حرف زد و قرار شد ما همدیگر رو ببینیم. من اون موقع تو بخش فروش یه شرکت تولید چرم بودم که همتونم این شرکت چرم رو میشناسید. ما با پروانه قرار گذاشتیم و رفتیم بیرون و شاید باور نکنید اما من از همون دور که داشت میومد سوار ماشین بشه کاملا متوجه شدم از کدوم مدل دختراست. از اون دخترای از خود راضی متوقع که اتفاقا دنبال یه مردی بود که به لحاظ مالی پایین تر از خودش باشه که بتونه روش مسلط بشه و مثل نوکر باشه براش. من همون وقت همه اینا رو به داییم گفتم اما داییم گفت تو دختره رو بگیر، برو تو خانواده‌شون نفوذ کن، بعدم بار تو ببند و اگه نخواستی طلاقش بده و بیا بیرون. داییم گفت نترس، اینا از اون مدلا نیستن که طلاق براشون عیب و عار باشه. اینا دخترشون 100 بارم که ازدواج کنه بازم براش شوهر هست. و با همین حرفای داییم قبول کردم با پروانه ازدواج کنم که مادر و پدر در حقیقت فرهاد
سالهایی که نوجوان بوده فوت میکنن و اینجوری بوده که داییش از یه جای سرپرستی فرهاد رو به عهده گرفته و احساس مسئولیت میکرده در قبال اون. اوایل ازدواج صبوری میکردم و فکر میکردم میتونم با اخلاقش کنار بیام. اما بعد از ازدواج فهمیدم خیلی اشتباه کردم. پروانه اخلاق خیلی تندی داشت و بیشتر از این که مثل همسرم رفتار کنه مثل برادراش با هم برخورد میکرد. همش دستور میداد، دعوا میکرد و لحنش هم که جوری بود انگار من نوکر در خونه‌شون بودم و هیچ وقت حاضر نبود کوتاه بیاد و قبول کنه که باید رفتارش رو تغییر بده. بدتر از همه این بود که هر بار بینمون اختلاف پیش می اومد سریع به برادراش خبر میداد. اونا هم بدون اینکه حرف منو بشنون می اومدن سراغم. چند بار جلوی در مغازه، چند بار جلوی در خونه و حتی یه بار تو انباری مغازه منو کتک زدن و میگفتن میزنیمت تا حالیت بشه کی هستی و یه وقت هوا برات نداره. اونا خیلی لات و قلدر بودن و من انقدر ازشون میترسیدم که حتی جرأت نداشتم جلوی پروانه یه حرف اضافه بزنم. زندگی برام شده بود ترس و تحقیر. از یه طرفم نمیتونستم طلاقش بدم چون مهریه سنگینی داشت و من توان پرداختش رو نداشتم. ضمن اینکه اگر جدا میشدم همه زندگی و کارم هم از بین میرفت چون من کار قبلیمو که چند سال توش سابقه داشتم ول کرده بودم و اومده بودم تو شعبه یکی از کفش فروشی‌های بابای پروانه. برای همین سالها فقط تحمل کردم و سوختم و ساختم و برنامه‌ها اصلاً اونجوری که داییم برام چیده بود پیش نرفت. درست زمانی که بدترین روزای زندگیمو میگذروندم با مژگان آشنا شدم و احساس کردم بعد از مدت‌ها یکی پیدا شده که کنارش آرامش دارم. میرفتم پیشش، حرف میزدیم، میخندیدیم، به هم احترام میذاشت و من واقعا چند ساعت مشکلاتم رو فراموش میکردم و فکر میکردم همون رابطه برام کافیه و در ادامه میتونم پروانه و برادراشو تحمل کنم و به قول داییم بار خودم رو ببندم و بیام از زندگی پروانه بیرون. اما یه اتفاق همه چیزو عوض کرد. یه روز رفتم خونه مژگان. دخترش رونیکا هم اونجا بود. اولین بار بود که از نزدیک دخترش رو میدیدم. براستش از همون لحظه اول توجه هم بهش جلب شد. تا اون موقع به نظرم مژگان خیلی قشنگ بود اما حالا میدیدم رونیکا از مادرش هم قشنگ تره. و از اون به بعد هر بار که میرفتم خونه مژگان رونیکا هم اونجا بود و منم راستش بیشتر حواسم به رونیکا بود تا مژگان. چند بار وقتی بیرون از خونه‌شون بودم بهش پیام دادم و دیدم اونم جواب داد. کم کم با هم قرار گذاشتیم و بیرون همدیگر رو دیدیم و احساس کردم اونم از من خوشش اومده. بعد از یه مدت مژگان متوجه رابطه من و رونیکا شد و خیلی هم عصبانی شد و بهم گفت اگه یه بار دیگه به دخترم نزدیک بشی با خود من طرفی. منم بهش گفتم باشه و دیگه سراغ رونیکا نمیرم. ولی بیرون از خونه همچنان با رونیکا در ارتباط بودم و راستش دیگه علاقه‌ای به مژگان نداشتم و فقط میخواستم رونیکا کنارم باشه. با خودم گفتم بهتر مادرشو کنار بذارم و به فکر زندگی با رونیکا باشم. چند روز بعد به این فکر افتادم که به مژگان بگم زنم از ارتباطمون خبردار شده و به همین بهانه ازش جدا بشم. همون روز بهش زنگ زدم و گفتم زنم رابطه بین ما رو فهمیده و منم میترسم برادرش بیار منو بکشن و بهش گفتم دیگه نمیخوام باهاش رابطه‌ای داشته باشم که مژگان هم قبول کرد و گفت پس از این به بعد نه با من تماس بگیر نه با دخترم. اما من نمیتونستم رونیکا رو فراموش کنم. مدام باهاش حرف میزدم و دلم واسه دیدنش پر میزد و کم کم فکر از بین بردن پروانه توی ذهنم شکل گرفت. به رونیکا گفتم اگه میخوای با هم باشیم باید زن من و مادر تو رو از سر راهمون برداریم. اون اولش مخالفت کرد. گفت همچین کاری غیر ممکنه اما چند روز بعدش قبول کرد. بهش گفتم یه نفر آدم مورد اعتماد تو پیدا کن که حاضر باشه این کار رو انجام بده که در ازاش 500 میلیون تومان بهش پول میدم که اونم یزدان رو پیدا کرد. روز حادثه من سر کار بودم. توی یکی از شعبه‌های کفش فروشی پدرزنم. کلید خونه رو هم از قبل به رونیکا داده بودم و بهش گفته بودم که امروز ظهر پروانه برای نهار مهمون داره و مطمئنم از خونه بیرون نمیره. فکر میکردم وقتی برگردم همه چیز تموم شده اما
چند ساعت بعد رونیکا زنگ زد و دیدم که صداش داره میلرزه. اون گفت نتونستم این کارو بکنم. گفت پشیمون شدم. گفت نمیخوام قتل رو بندازی گردن مادرم و نمیخوام مادرم به جرم کاری که انجام نداده مجازات بشه. ضمن اینکه مگه مردم احمقن که باور کنن مادر من پروانه رو کشته و پلیس بالاخره و به راحتی میفهمه که من و یزدان اونو کشتیم. اون گفت من به اندازه مادرم رو زجر دادم و دیگه نمیخوام بیشتر از این داغونش کنم. وقتی این حرفو شنیدم فهمیدم تمام نقشم داره خراب میشه. اگه پروانه زنده میموند همه چیزو به برادراش میگفت و اونا هم رابطه بین من و مژگان رو میفهمیدن و حتی رابطه منو با رونیکا. اون وقت نه کاری برام میموند نه زندگی که به نظرم اصلا منو زنده نمیذاشتن. از مغازه رفتم بیرون و مستقیم رفتم خونه. با کلید یدکی خودم وارد خونه شدم. پروانه با دست و پا و دهن بسته تو اتاق زندونی بود. خدا رو شکر کردم که اون هنوز فرصت نکرده به کسی خبر بده. رفتم کنارش و بعد با دستای خودم خفش کردم و وقتی مطمئن شدم نفس نمیکشه چند دقیقه همونجا نشستم و تماشاش کردم. بعد تصمیم گرفتم همه چیزو بندازم گردن مژگان. میخواستم با یه تیر دو نشون بزنم. هم از شر همسرم خلاص بشم هم مژگان به جرم قتل زندانی بشه تا دیگه هیچ مانعی برای رسیدن من به رونیکا وجود نداشته باشه. اعتراف فرهاد به صورت کامل ثبت میشه و پلیس بعد از تطبیق اعتراف با مدارک پرونده اونو به جرم قتل عمد بازداشت میکنه. پرونده بعد از تکمیل تحقیقات به دادگاه کیفری ارسال میشه و هنوز رأی نهایی دادگاه درباره فرهاد اعلام نشده و پرونده در حال حاضر در دست بررسی‌های نهایی. اما قطع به یقین فرهاد به جرم قتل عمد حکم قصاص براش صادر میشه. دوستای خوبم، از اینکه امروز هم منو تا آخر این پرونده همراهی کردید ازتون ممنونم و شک ندارم که همتون خیلی بهتر از من به تک تک اشتباهاتی که این آدما تو زندگیاشون انجام دادن واقفید. اشتباهاتی که هر کدوم به تنهایی میتونه زندگی رو ویران کنه، چه برسه به اینکه یه جا جمع بشه. از هدفی که دایی فرهاد و خود فرهاد برای ازدواج با پروانه در نظر داشتن و به قول معروف برای پروانه و خانواده‌اش کیسه دوخته بودن، تا انتخاب‌هایی که مژگان و فرهاد و رونیکا داشتن و آخرش هم که قتل. ممنون میشم که نظرتون رو با هم در خصوص این پرونده در میون بذارید و به هم بگین به نظرتون کدوم یک از این افراد اشتباه بزرگتری رو توی زندگیشون مرتکب شدن، اشتباهی که به نظرتون هیچ جور قابل توجیه نیست و در آخر به هم قول بدیم آگاهانه مراقب افکارمون، رفتارمون، ترسهامون، کینه هامون و تصمیم‌های زندگیمون باشیم. سپاسگزار همه شما خوبان و عزیزان هستم.